قصه ما مثل شد. به نام خالق زیبایی ها. سلام و صد سلامی صمیمانه خدمت همه هموطنان عزیزانی که همکنون شنونده برنامه قصه ما مثل شد هستند. آرزو دارم در جای جای این عالم پهناور که هستید سلامت و سربلند باشید. بهار است و فصل گل و بلبل، فصل شکفتن و رویدن، فصل شروع دوباره حیات و زندگانی. امیدواریم حال دل همه شما عزیزان بهاری باشد. من مدینه حیدرزاده از استودیوی رادیو مهر شما را دعوت میکنم تا انتها با ما همراه باشید و تا لحظات بعد شنونده قسمت دیگر از برنامه قصه ما مثل شد باشید. قبل از آن که به ضرب المثل امروز بپردازیم میخواهیم بدانیم مثل ها از کجا می آیند و چطور ساخته می شوند. بعضی از مثل‌ها حاصل پندهای بزرگان یا رهبران جامعه یا برگرفته از تجربه‌های زندگی مردم است. بعضی از ضرب المثل‌ها گفتاری اشخاص نامدار تاریخی یا حتی عادی بوده است که موقعیت خاصی آنها خیلی بجا و مناسب بوده و چون به ذوق دیگران خوش آمده است مشهور گردیده است. بعضی از مثل‌ها نیز از یک قطعه شعری معروف گرفته شده است، مانند از ماست که بر ماست که از شعری معروف ناصر خسرو قبادیانی گرفته شده است. و اما بسیاری از مثل‌ها نتیجه داستان است، خواه حقیقی باشد یا افسانه‌ای، در حالی که مردم از داستان اصلی آن ممکن است بی‌خبر باشند و یا ممکن است در هر شهر به صورت نقل شود. ضرب المثلی که امروز می‌خواهیم با هم بررسی کنیم از همین نوع اخیر است، یعنی در نتیجه داستان شکل گرفته و در بین مردم رواج یافته است. ضرب المثلی کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد. این ضرب المثل در بین فارسی زبانان مشترک هست و کاربردی یکسان دارد. معمولاً زمان از این ضرب المثل استفاده می شود که فرد در برابر فرد دیگر رفتاری ناجوانمردانه از خود نشان داده است و اتفاقاً زمان می رسد که فردی که در حقش این رفتاری ناروا انجام شده است می تواند در مقام جبران و یا تلافی آن رفتار با طرف مقابل بر بیاید. در این زمان است که پس از اعتراض طرف مقابل میگویند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد. اما بشنوید داستان این ضرب المثل را طبق آنچه که حسن ذوالفقاری در کتاب داستان‌های امثال آورده است. در دامنه دو کوه بلند دو آبادی بود، بالا کوه و پایین کوه. از میان آن دو کوه چشمه روان بود.
که به هر دو آبادی می رفت و زمین‌های آنها را سیراب می کرد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه ارباب ده بالاکوه تصمیم می گیرد برای به دست آوردن زمین‌های ده پایین و البته سلطه به مردم آن راه چشمه را به پایین کوه ببندد. با این اتفاق زمین‌های ده پایین کم کم خشک شدند و مردم به نشان اعتراض همراه کدخدا به ده بالاکوه رفتند. اما ارباب آن ده در جواب این اعتراض ها گفت یا رعیت او شوند یا تا ابد بی آب خواهند ماند و گفت بالاکوه مثل ارباب است و پایین کوه مثل رعیت. این دو کوه هرگز به هم نمی رسند. من ارباب هستم و شما رعیت. مردم پایین کوه از این پیشنهاد و این حرف ناراحت شدند. چند روز گذشت تا اینکه به پیشنهاد کدخدای ده بیل و کلنگ را برداشتند و زمین را کندند. با این کار آب چشمه دوباره به زمین‌های آنها راه پیدا کرد و کم کم چشمه بالاکوه خشک شد. خبر به ارباب بالاکوه رسید. چاره جز تسلیم ندید. به ده پایان رفت و گفت شما با این کار چشمه ها را خشک کردید. اگر می توانید سر یک از قنات ها را به طرف ده ما برگردانید. کدخدای ده پایین گفت اولا آب از پایین به بالا نمی رود. بعد هم یادت هست که گفتی کوه به کوه نمی رسد. تو درست گفتی کوه به کوه نمی رسد، اما آدم به آدم می رسد. بسیار سپاسگزارم از دوست و همکار عزیز سیده عبدالله زاده که به این زیبایی داستان را برایمان نقل کردند. بله عزیزان، در واقع می توانیم این طور بگوییم که این ضرب المثل به نوع اشاره به این دارد که از هر دستی که بدهی از همان دست هم می گیری. حکایت و ریشه ضرب المثلی کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد که با هم شنیده. سپاس که ما را همراهی کردید و شنونده ما بودید. ضمن آرزوی بهترین ها و لحظات سرشار از شادی و موفقیت برای هر یکتان، شما عزیزان را تا برنامه و ضرب المثل دیگر به خدا می سپارم.